سوالی که اکثر هنرجوهای عزیز و جوانمون میپرسن اینه که طول گره من چقدر باید باشه؟ یعنی من وقتی که یک گرهی رو میبافم این چقدر باید نخ مصرف بکنم تا اینجا رو برش بزنم؟ ببینید دوستان، چند نوع گره داریم. اگر یک شخص حرفه‌ای بخواد این تابلو فرش رد شمار 50 یا 50 به بالا رو ببافه، قطعاً که ایشون میتونه مثلا شاید با 2 سانت هم یک گره بزنه. منتها استانداردش اینه که شما هر گرهی که میزنید که مثلا این گره رو میزنید و از اینجا قطعش میکنید، اگر این گره رو بشکافید و باز بکنید بایستی 3 سانتی متر باشه. نخی که به کار رفته برای یک گره تابلو فرش نباید بیشتر از 3 سانتی متر باشه. البته این نرمالش هست و به این گره 3 سانتی گره حرفه‌ای گفته میشه. ولی ما یک گره داریم به نام گره لاکچری که در این نوع گره برای راحتی کار بافنده ما میتونیم از 4 سانتی متر استفاده کنیم. یعنی نخی که به کار میبریم اگر قطع کنیم و این نخ رو بشکافیم بازش کنیم، بایستی برای هر گره 4 سانتی متر نخ استفاده شده باشه که به اون میگن گره لاکچری یا گره اعیانی. اما اولا که باعث اتلاف بیشتر نخ میشه، نخهای خیلی زیادی استفاده میشه، چون در نهایت هم کار روگیری میشه و پرداخت میشه و قسمت بیشتر اون نخ از بین میره. و علاوه بر اون بایستی اول قبل از اینکه شما گره لاکچری یا 4 سانتی بزنید بایستی مطمئن بشید که شرکتی که برای شما نخ و نقشه فرستاده حتما میزان نخ کافی ارسال کرده باشه، وگرنه شما در وسط‌های تابلو فرش با کمبود نخ مواجه خواهید شد و این بسیار بسیار مشکل را ایجاد میکنه برای شما. و شما هر چقدر که برید و بگردید دنبال اون رنگ نخ ممکنه که مشابهش پیدا نشه و کار شما در واقع دو لایه یا دو رنگ دیده بشه. پس قبل از اینکه ببافید حتما از شرکت یا از فروشنده نخ سوال کنید که نخایی که شما دادی چند گرم هست و برای چه گرهی دادی. الان فرضاً این تابلو فرشی که من گرفتم با اینکه در سایت انتخاب کردم که گره لاکچری باشه، ولیکن خودشون در شناسنامه فرش نوشتن گره حرفه‌ای، یعنی بیشتر از 3 سانتی متر نخ استفاده نشه. بنابراین حتما در بافت فرش و تابلو فرش به این میزان نخی که استفاده می‌کنید دقت کنید.